جوانی رو میبینیم آلوده به گناه شده، در پوشش. او دشمن نیست، او قربانی یک دشمنی بزرگتر به نام طاغوت. مدینه مرکز فحشای اون روز بود، دیسکوهای شبانه روزی بود. اما امام حسین رد شد به سمت یزید. چرا؟ نماز بخونیم، روزه بگیریم، حجاب داشته باشیم، در دنیا فرائض هر غلطی میخوان بکنن. این نامش دینداریه؟ نه، این نامش بیشرفیه. این چه نمازیه؟ این چه عبادتیه؟ این چه مسجدیه؟ این چه حجابیه که به ظالم لطمه نمیزنه، به مظلوم کمک نمیکنه؟ خدا لنگ این دو رکعت تمدلا شدن ماست. امام حسین فرمود اگر دین هم ندارید کمتر از اون زن کمونیست کره جنوبی نباشید که هر روز جلوی سفارت اسرائیل در سئول به تنهایی آمد. اما آمد. کنوا للظالم خصما وللمظلوم اونا. ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. امروز در بیرون جوانی رو میبینیم آلوده به گناه شده، در پوشش، در زیست، در منش، در فکر. او دشمن نیست، او قربانی یک دشمنی بزرگتر به نام طاغوت، به نام شیطان بزرگ. اگر میخوایم اون جوون رو نجات بدیم باید شیطان بزرگ رو بزنیم، باید با طاغوت مقابله کنیم تا او هم رها بشه. اون روزی که امام حسین از مدینه حرکت کرد به سمت مکه و اونگاه به سمت کوفه، مدینه مرکز فحشای اون روز بود، دیسکوهای شبانه روزی بود. اما امام حسین رد شد به سمت یزید. چرا؟ چون شیشه عمر اون فحشاخونه ها در فرهنگ یزید بود. یزید زده میشد، فحشا زده میشد. اهم و مهم میکنه، اولویت بندی میکنه. جبهه یعنی همین. لذا جمهوری اسلامی استمرار این گفتمان از لا شرقیت ولا غربیه وام میگیره، نه شرق رو قبول میکنه نه زیر بیرق غرب میره و قاعده عبودیت رو میخواد را بندازه. قاعده عبودیت یعنی چی؟ یعنی اینکه ما نماز بخونیم، روزه بگیریم، حجاب داشته باشیم، در دنیا فرائض هر غلطی میخوان بکنن. این نامش دینداریه؟ نه، این نامش بیشرفیه. ما دینی اینطوری نداریم. گفتمان عبودیت انبیا از درگیری با طاغوت میگذره. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. ما در دل یک انسان دو قلب قرار نگذاشتیم، قلبی برای دنیا و قلبی برای عقبا، قلبی برای امام نور، قلبی برای امام نار، قلبی برای حق، قلبی برای باطل. الله قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اینطوری نیست که شما گمان کنید حق رو انتخاب کنید دیگه بدون مشکل باشه. نه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. هر کی پیغمبر باشه یا راه پیغمبر رو بخواد بره، او دشمن خواهد داشت. او بدون دشمنی نمیمونه. هر جا نغمه توحید، نغمه حق، نغمه عدالت، مقاومت چیه مگه غیر از اینها؟ از شما سوال میکنم، گفتمان مقاومت چی بود؟ عدالت بود، آزادی بود، زیر بیرق فرعون نرفتن است. با شما درگیر خواهند شد تا شما رو سست کنن، تا شما رو از مسیرتون منصرف کنن، خسته کنن، سرخورده بشید. گفتمان فاطمیت یک کلمه بیشتر نبود. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. با ظالم دشمن باشید، با مظلوم یار باشید. خب امروز چیکار کنیم تا بتونیم فردای قیامت چشم در چشم فاطمه بگیم ما مسیری که شما برای ما باز کردی رفتیم؟ اگر با ظالم درگیر نشیم، با مظلوم همراه نشیم، چه نمازیه؟ این چه عبادتیه؟ این چه مسجدیه؟ این چه حجابیه که به ظالم لطمه نمیزنه، به مظلوم کمک نمیکنه؟ خدا لنگ این دو رکعت تمدلا شدن ماست. مسیر اینه، خصم ظالم. در امروز ما ظالم مگر نیست؟ در امروز ما چه ظلمی بالاتر از این که در برابر دیدگان عالم 40,000 نفر رو در یک زندان سرباز کمتر از 1 سال قتل و عام کنن؟ خب چیکار کنیم؟ دین ما چی میگه؟ نماز ما چی میگه؟ امام حسین فرمود اگر دین هم ندارید کمتر از
اون زن کمونیست کره جنوبی نباشید که هر روز جلوی سفارت اسرائیل در سئول به تنهایی آمد، اما آمد بر علیه اسرائیل شعار داد. از یک زن کمونیست یه نمازخون نباید عقب بمونه، یه هیئتی نباید عقب بمونه. کنون للظالم خصما وللمظلوم اونن.